خود دور بگریزد، از زن و فرزندای خود دور بگریزد. خداوند میگوید که کسی که در کشادی من یاد کرد، در وقت تنگی من تو چیکار میکنم یادم میاد. ما شاهد اون میشیم که صد افسوس وقتی که خدا نکنه از اون روز در یک صدمه دچار شد و خدا داره ما میبره. وقتی در همین سمالات در همین بالا رفتیم یک سمالات بجومد بعد فقط خدا میگون در لحظه میداره. هم که هست با نظر که یک سمالاتی که از روسیه پرید تاجیکستان یک موتورش کار نکرد. در یوتیوب ها همتون دیدید. مردم کلمه هایی که می‌دونن در اون سمالات نزدیک کردن. تا سمالات با پس آوردن. ولی نیست. دیگه اون حاجت نداره که خلاصی بیارید. از همین لحاظ ما باید همچون یک مسلمان هر روزه هر یک نفس هر یک قدم بزنیم ما باید خدا را یاد کنیم. از طول کن من هم تونم شکر بکنیم بنده در اونجا را یاد بکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث می‌فرماید که مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. مثال شخصی که خدا را یاد میکند و مثال شخصی که خدا را عموما یاد نمیکند مانند زنده و مرده است. نظر کن خلق، اگر ما با قلب با خدا را یاد کنیم چی شب و چی روز باشد این قلب ما زنده است. اگر شخص حیات خودشون برند اون انسان ها به قلب نه میرسند. بازی که ما همش داریم به قلبشون نمیرسه. در همین مجلس یک نفر داره اگر گوید امریک برادران من چشم در کارم 300,000 دلار پومتر تا چشم میده کی راضی میشه؟ یا ممکن راضی نمیشه. برای چی؟ نعمت چشم این دیگر است. یکی من این نعمت چشم را دیگه استفادهش میکنم. یا با بیا نظر کنه در دیگه من استفادهش میکنم. وقتی من با تلفن نظر کردم با چی چیزها ما تماشاش میکنم. این هم نعمت است. فقط خداوند از این میپرسد من چشم تو را دادم و چشم تو را دیگه صرف کردم. این روز میاد برادرای ما اکثریتش هر روز یک روز شونه از عمر خودشون کم میکنن. هر روز این چی است؟ با واسطه سیگارت و واسطه ناس. بلکه ما ناس میکشیم و لیکن چی است که هیچ ما باید سر و در جوت بیار میفتر رفتن میگیم لیکن نمیدونیم ناس باید چند قدم دارم ما ضرر میرسیم. یا این پولم کردن چند قدر 10,000 یا 20,000 یا 10,000 یا دادن خطا یا خواهر خطا یا فرزند خطا مثلا یادداشت خطر نیست. یا اینکه سیگارت میکشی امروز همون لیاقتی که هست اون خداوند برای سیگارت کشیدن دادگی نیست. و پرده از اون میپرسه که من این امانت رو برای تو دادم چرا این امانت خیانت کردی؟ ما دختری که مثلا که در نکاح میتونست با اون نظر میل مثال میکنه. در همین حالت هم ما باید چون کنیم برادر عزیز چشم خود را باید از این چیزها دور کنیم. از سببی که اگر ما امروز برای این چیزها راه کنیم اگر با کار مسافرش را چون میکنیم راه میکنیم. خداوند در دوام میگه که این الله مع الصابرین، خداوند همراه صبرکنندگان است. اگر امروز ما در عوض این گناهایی که هست صبر کننده باشیم گناه نکنیم و بدون چیز راه ندهیم خداوند میگه که خداوند در دوام میگه و بعد مثلا که این الله مع الصابرین، خداوند همراه کی است؟ همراه صبرکنندگان است. از همین لحاظ برادران عزیزم ما مهاجر هستیم. مهاجر شخصان رو میگه که وطن اصلی خود را ترک کردن و یک وطن اقامتی آمدن و در اونجا مقصد زندگی خود را پیش بردن. از همین لحاظ در این مسافرت ما فرزندهای خود را چیکار میکنیم؟ هر روز مقصد باید که رسیم به مکتب میبریم و بعد از مکتب آمدن در خانه مقصد که تعلیمشون میکنیم و همه فرزندهای خود را باید چونیم تعلیم خوب کنیم. زیرا اینکه خداوند در قرآن عظیم و شان میفرماید که خو انفسکم و اهلیکم لا کنیم اون شرطها را با جا بیاریم. این چی است؟ 5 وقت نماز باشد، 5 وقت نماز. اگر صاحب زکات باشه باید زکات خود را داد. یعنی که هر کس هم نصیب نمیکند که امروز در یک مجلس خیر اشتراک کند. از همین لحاظ
برادران عزیزم، نعمت‌هایی که خداوند به ما داده است ما باید همه وقت شکرگزار باشیم. خداوند همه ما را اولا سربلند گرداند، بعدا عمل‌های نصیب کند که از اون عمل‌های ما خدا و رسول او باید راضی باشد. البته امروز ما این دنیای هست که در وقت همین کسلی پاندمیه ما در شهر خبرس باور کنیم در یک روز 3 جنازه کردیم. اسپید نکردیم، روز بود به همین جنازه کنیم میگذاریم. روز شد که در یک هفته 5 جنازه داشتیم. مردم نظر کنید خداوند در قرآنش میفرماید اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. وقتی که میگه مرگ بالای سر تو میاد میگه این مرگ تو را فرصت نمیده که یک ثانیه پیش عقبش گردونی. برادرانی بودن که با از من بزرگتر بودن، برادرانی بودن که از ما یاش بودن 22 ساله، 17 ساله، 18 ساله، مردم بودن با 70 رسیده بودن، لیکن امروز بین ما نیستن برادران. از این فهمیده میشه که امروز ما باشه فردا بالای سر ما چی اومده نیست اون ما خبر است. خداوند در قرآن میگه که فردا بالای سر تو چی میاد این ما تو خبر بگیرید. در کجایی که باشید نباشید همه وقت شما را و اهل و عائله شما را از تمام بلاها و آفتهای زمینی و آسمانی انسی و جنی نگهبان باشد. خداوند عمر دراز، تن صحت بر همه ما و شما نصیب و روزی میگرداند و خداوند در آخر نفسی هر یک و یک ما با گفتن کلمات لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله در زبان ما رانده بگرداند. خداوند این بیماری که امروز بالای سر همه انسان ها چه مسلمان چه غیر مسلمان دوچار شده است، خداوند از این بیماری همه ما را نجات دهد و خداوند اون درهای خانه خود کعبة الله را و درهای مدینه منوره را گشوده کند که بازم تکرارا همه ما را به خانه خودش و به زیارت حبیبش صلی الله علیه و سلم رفتن نصیب و روزی بگرداند. خدایا دخترهای ما را، مادرهای ما را، خواهرهای ما را، زنهای ما را با عفت و با حیا و با شرم گرداند. خداوند فرزندهای ما را عمر دراز و تن صحت و قاری و قرآن و عالم و با عمل و در این فقه فقهشان بگرداند. خداوند در دلهای ما محبت خودش را، محبت پیغمبرش را، داغ پدر، داغ مادر، داغ زن و فرزند دارد. خداوند اونها را از اون محبس ها به آزادی نصیب و روزیشان بگردم تا اینکه پیش پدر و مادر خود، پیش اهل و عائله خود رفتن خداوند به اونها نصیب و روزی بگردانید. خدایا ایمان هر یک و یک ما را کامل بگردانید. خدایا در دلهای و از دلهای ما بغض و کینه و فساد را دور بگردانید و در عوض این مهر و محبت خودت را، مهر و محبت پیغمبرت را، مهر و محبت اسلام را، مهر و محبت قرآن را، مهر و محبت یکدیگر را خدایا در دلهای ما جاگیر بگردانید. خدایا فرزندهای ما که در این شهر مسافرت کلان شده هستند، خداوند این فرزندهای ما را اولا عمر دراز و تن صحت نصیب روزیشان بگردان، بعدا یکی از فرزندهای بگردان که پس از سر ما یک عمل خوب، یک عمل نیک کند موافق حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یکی از صدقه جاریه همون است که پدری که بعد از وفات خود، بعد از سر خود فرزند صالح میموند. خداوند از همون فرزندهای صالح بر ما نصیب و روزی بگردانه. خدایا به فرزندها را فرزند صالح و صالحه نصیب و روزیشان بگردانه. خدایا قرضدارها را از قرضدارهاشان آسانی نصیب و روزیشان بگردانه. خدایا امروز ما را هممون در اینجا جمع کردی